ورزشی داخل شدم آن وقت من 5 ساله بودم و اولین مسابقه من در سطح ناحیوی در 5 سالگی هم شده گذشت اشتراک کردم و حریفان من از ناحیه بود و من آنها را شکست داده سزاوار جای اول گشتم. من در این 6 سال تمرینم زیاده از 20 مدال و افتخارنامه‌ها دارم. من آنها را از مسابقه ناحیوی، جمهوریوی و بین‌المللی صاحب شدم که همه آنها جای اولند. وقتی که من در مسابقه جمهوریوی اشتراک کردم راه گرفته با مسابقه بین‌المللی که در شهر مسکو فدراسیون روسیه شده گذشت اشتراک کرده. در آنجا بیشتر از 15 دولت بود که من همه آنها را شکست دادم. رقیبان فینالی من از ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان و روسیه بودند که من همه آنها را شکست دادم و سزاوار جای اول مدال طلا و شاه جایزه مسابقه جام جهان را صاحب شدم و پرچم وطن عزیزم را بلند برداشتم. مصطفی از وقتی تولدش تا به امروز یک حرکت‌های غیر عادی داشت و من وی را همچون به قطار دیگر فرزندان افتخار خانواده، افتخار ملت، افتخار پدر و مادر می‌حسابیم. دیگر روز تا 4 ساعت مشق میکنم. نوبسته که به من مشکل است، لذت غالبیت و برداشتن پرچم من را با قوت میکنم.